اگر بیاین روی این گزینه گیم بزنید و بازی که همیشه با هم انجام میدیم رو با هم پلی کنیم، ببینید روی رد گرین اگر بزنید صفحه بازی رو برای شما میاره و شما فقط کافیه که روی این گزینه کلیک کنید و موقعیت مناسب رو بسنجین. موقعیت مناسب یعنی چی؟ یعنی طبق تجربه هایی که قبلا داشتین، مثلا ببینید موقعی که 2 تا سبز اومده سومی رو دیگه ریسک نکنید و روی قرمز بازی کنید، یا زمانی که 3 تا قرمز اومده 4می رو دیگه ریسک نکنید. الان که یه دونه قرمز اومده من وارد بازی نمیشم، صبر میکنم ببینم که گزینه بعدی قرمز میشه یا سبز، بعد از اون وارد بازی میشیم و ادامه بازی رو با هم بریم ببینیم که چی میشه. الان همینطور که میبینید 2 تا قرمز پشت سر هم اومد، پس من دیگه ریسک نمی کنم و گزینه بعدی رو میخوام روی سبز بازی کنم. اینجا گزینه سبز رو انتخاب میکنم و طبق سرمایه‌ای که دارم میخوام با $1 بازی کنم. من 1 رو میزنم و شما میتونید با 0.01 یعنی با 1 سنت میتونید شروع کنید. اگر سرمایه $20 دارید حتما با 1 سنت شروع کنید. یک توضیح هم که بهتون بگم، شما همیشه موجودی که اول دارید رو سعی کنید حفظ کنید. الان موجودی ابتدای من $108 بود و ببینیم که این آیا سبز میشه یا خیر. خب دوستان سبز شد و موجودیمون شد $111. مجدد من میام این گزینه رو میزنم و منتظر میمونم ببینم که گزینه بعدی قرمز میشه یا سبز. ببینید دوستان سعی کنید ریسکتون رو بیارید به 0 برسونید. اگر سرمایه کم دارید حتما با 1 سنت و 3 سنت و بعد از اون با 7 سنت یا 8 سنت وارد بشید که خدای نکرده ضرر نکنید. رفقا همینطور که میبینید ما سبز رو دادیم، برنده شدیم و بعدیش رو صبر کردیم، یعنی اصلا وارد بازی نشدیم تا ببینیم که چه اتفاق میفته. بعد سبز قرمز اومد، باز هم وارد بازی من نمیشم. من سعی میکنم که ریسکم رو به 0 برسونم، یعنی حداقل 2 تا رنگ پشت سر هم بیاد و من رنگ مخالفش رو انتخاب میکنم. اینجوری ریسکمون خیلی میاد پایین و در اکثر مواقع برنده خواهیم بود. اگر صبر و حوصله داشته باشید و این قوانینی که میگم بهتون رعایت کنید، مطمئناً به یک درآمد خیلی خوبی میرسید و اصلا ضرر هم نمی کنید، چون اینجا تحلیلگر خودتون هستید، کسی دیگه بهتون سیگنال اشتباه هم نمیده. الان ببینیم که اگر قرمز بشه من سبز رو انتخاب میکنم و باهاش بازی میکنم و اگر قرمز شد، ببینید دوستان الان 2 تا قرمز پشت سر هم اومد. الان ما میتونیم وارد بازی بشیم. مجدد من میام $1 رو مینویسم، شما 1 سنت رو باید بنویسید و ببینید 2 تا قرمز اومده، پس من اینجا سبز رو انتخاب میکنم، یعنی دیگه ریسک نمیکنم بعدیش رو بازم قرمز انتخاب کنم. سبز رو انتخاب میکنم و تا جایی که سبز نشه بازی رو ادامه میدم و با همون ضریب 3 که خودتون میدونید بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. رفقا این که روشی که بهتون یاد دادم واقعا ریسکش پایینه. ببینید سبز شد و موجودیمون اگه یک تازه سازی بکنیم میگه شد $112. دوباره روی این بزنین دوستان و الان بازی رو انجام ندین دیگه، یعنی این دستی که میاد دیگه بازی رو انجام ندین. صبر کنید تا 2 تا رنگ پشت سر هم به یه شکل در بیاد، یعنی مثلا 2 تا حداقل دارم میگم یعنی اگه بخواید با درصد ریسک پایین تری وارد بشین صبر کنید که 3 تا رنگ پشت سر هم بیاد. یعنی وقتی که 3 تا رنگ دیدین پشت سر هم اومد، شما بعدیش رو رنگ مخالف بذارید و اگر میخواین حالا با ریسک بالاتر کار کنید صبر کنید که 2 تا رنگ پشت سر هم شکل بیاد و شما رنگ بعدی رو مخالفش بذارید. الان من صبر میکنم ببینم که بعدیش سبز میشه یا خیر. اگر قرمز بشه دوباره وارد بازی نمیشم. ببینید الان قرمز شد و من وارد بازی نمیشم. اینجا مجدد صبر میکنم ببینم که رنگ بعدی آیا قرمز میشه یا خیر. اگر رنگ بعدی با سبز بشه مجدد وارد بازی نمیشم. اینجوری دوستان ریسکتون خیلی میاد پایین. خب مجدد سبز شد، بازم وارد بازی نمیشیم دوستان. ببینید وقتی که اینجوری یک درمیون میشه خطرناکه وارد بازی شدن و ریسکش زیاده، ما وارد نمیشیم.
صبر میکنیم. روشی که دارم بهتون میگم دوستان، شما اگر از همین الان تا فردا 24 ساعته هم بازی بکنید مطمئن باشید که برنده اید و درصد خطاتون هم به شدت میاد پایین. خب رفقا، اگر توی جستجوی سابقه هم نگاه کنید، حالا برای توضیح بیشتر ببینید، من گفتم که اگر 2 تا رنگ پشت سر هم بیاد، رنگ سوم رو مخالف میزنم. ببینید اینجا مثلا 6 تا پشت سر هم سبز اومده. خب ما اینجا با $1 وارد میشیم، یا شما با 1 سنت وارد میشید. دفعه دوم با $3 وارد میشیم، یا 3 سنت، 8 سنت. اینجا دفعه بعدی میشه 15 سنت، یا خودم اگر وارد بشم $15 وارد میشم. نهایتا در دفعه آخری که وارد میشیم دوستان میشه این دفعه که در دفعه پنجم شما برنده اید. یعنی دفعه پنجم که میاد با $2.07 وارد میشی برنده میشی. این اتفاق هم کم پیش میاد اتفاق بیفته. مثلا ببینید توی همه اینا مثلا 3 تا پشت سر هم اومده یا 5 تا اومده. اون 6 تایی که بهتون نشون دادم خیلی کم پیش میاد که اتفاق بیفته، ولی شما وقتی که با 1 سنت وارد میشین دیگه مشکلی نخواهید داشت و اگر حالا یک سرمایه حداقلی هم داشته باشید حتما برنده خواهید بود. ببینیم که جدول به چه صورت شد. ببینید 3 تا پشت سر هم سبزه، پس ما میایم اینجا $1 رو میذاریم و قرمز رو انتخاب میکنیم. برای همینه که میگم دوستان، اگر میخوایم بازم با ریسک کمتر وارد بازی بشید سعی کنید 3 تا پشت سر هم یک شکل بیاد، دفعه بعدیش شما بیان قرمز بازی کنید که خب اگر مثلا 6 تا پشت سر هم یک رنگ اومد شما از دور 4م وارد شده باشید. الان ببینید دوباره سبز شد، ما روی قرمز داریم بازی میکنیم و این دفعه با $3 و شما با 3 سنت باید وارد بشید. رفقا من جدیدترین متدها و جدیدترین روش‌هایی که میاد رو سعی میکنم بیان به شما آموزش بدم. ببینید قرمز شد و درست شد. من میام اینجا یک تازه سازی بکنیم. ببینید موجودی منم شد $114 و خب نتیجه حرفی که بهتون زدم، شما اینجا اگر بعد از 2 تا سبز هم وارد میشدید، اینجا مرحله اول، مرحله دوم و مرحله سوم موفق میشدید، یا اگر با ریسک کمتر وارد میشدید این 3 تا رو وارد نمیشدید و میمدید از این یکی وارد میشدید، نهایتا در مرحله دوم همونطور که دیدین برنده میشدید. مجدد ما الان چی کار میکنیم؟ الان که برنده شدیم دست بعدی رو صبر میکنیم، یعنی الان دیگه وارد بازی نمیشیم، صبر میکنیم ببینیم که بعدیش قرمز میشه آیا یا سبز میشه. اگر بعدی قرمز بشه ما بیایم ببینید الان قرمز شد. من میام چی کار میکنم؟ 2 تا قرمز پشت سر هم اومد، من میام سبز رو انتخاب میکنم و ببینید اینجا سبز رو انتخاب میکنم و با همون $1 وارد میشم که شما باید 1 سنت رو بزنید. امیدوارم متوجه منظورم شده باشید. اینجوری ریسکتون خیلی میاد پایین. من سعی میکنم یک روشی رو بهتون میگم که درصد بردش به شدت بالاست و همونطوری که میبینید به صورت لایو خودم هم دارم بازی میکنم. همینجوری پیش بریم میتونید برسیم به $200. یعنی واقعا روشی که خدمتتون میگم روش مطمئن‌تریه نسبت به روش‌های دیگه که وجود داره و اگر میخواین با ضریب اطمینان بالا شرکت کنید همیشه سعی کنید که 3 تا رنگ یک نواخت بیاد و رنگ بعدی رو وارد بشید و اگر با ریسک بیشتر میخواین بازی کنید سعی کنید 2 تا رنگ یک نواخت بیاد و رنگ بعدی رو با رنگ مخالف وارد بشید و در نهایتا برنده بازی باشید.